قوی ترین چربی زدای قرن رو واسهتون آموزش دادم. سلام ترفندونیا، به ترفندون خوش اومدین. توی این ویدیو یه ترکیب ساده با مواد در دسترسی که هممون تو خونه داریم براتون آماده کردم که جزء قوی ترین چربی زداهای سال محسوب میشه. برای اجرای ترفند چدن‌های گاز رو داخل یه تشت بزرگ بچینید. روی چدن‌ها به اندازه یه قاشق غذاخوری خمیر مایع بپاشید. یه دونه لیمو ترش رو ورقه برش داده و روی سرشاله ها بچینید. برای جایگزینی لیمو از آب لیمو استفاده نکنید. به اندازه 2 قاشق غذاخوری هم جوش شیرین روی سرشاله ها بپاشید. برای آزادسازی خاصیت خمیر مایع و لیمو از آب قوره استفاده کنید. برای موادی که توی ویدیو گفته شده هیچ جایگزینی وجود نداره، یعنی به جای آب قوره از آب لیمو یا سرکه استفاده نکنید. فقط با ترکیباتی که توی ویدیو گفتم محلول رو درست کنید. با استفاده از تیکه های لیمو روی چدن ها رو به خوبی تمیز کنید و همه جایی که چربی داره رو پاکسازی کنید. داخل تشت مقدار زیادی آب بریزید تا چدن ها داخل آب شناور بمونن. با قاشق همه ترکیبات داخل محلول رو حل کنید. خمیر مایع و جوش شیرین باید کاملا داخلش حل بشن. بعد نیم ساعت استراحت آب کثیف داخلش رو خارج کنید و با یه فرچه سیمی چدن‌ها رو بسابید. همونطور که تو ویدیو تماشا میکنید کاملا چربی ها از بین رفتن و خیلی تمیز شدن. دوباره یه آبکشی ساده کنید و چدن‌های تمیزتون در اختیارتون قرار دارن. اگه از این ویدیو خوشت اومد ویدیو رو لایک کن تا بریم سراغ ترفند بعدی. توی این ویدیو بهتون آموزش میدم که سرشاله های قدیمی و سوخته و کثیف رو به راحتی با یه ترکیب ساده تمیزش کنید. تا آخر ویدیو رو با من همراه باشید. این ترکیب برای سرشاله های خیلی قدیمی که حتی سوختگی روغن روش دارن هم جوابگوه. در مرحله اول سرشاله ها رو توی ظرف مناسب قرار داده و روش به اندازه 1 الی 2 قاشق غذاخوری جوش شیرین بریزید. برای آزادسازی خاصیت جوش شیرین روش آب لیمو بریزید. 10 دقیقه استراحت بدین و این مرحله رو دوباره تکرار کنید. 3 بار این کارا رو انجام بدید. جوش شیرین بریزید، بعد آب لیمو بریزید و 10 دقیقه استراحت بدین. هر سری که این کارا رو انجام میدید یه مقدار از چربی ها از سرشاله ها کنده میشن. مابقیش رو آب بریزید و حدود نیم ساعت اجازه بدین توی این محلول بمونه. برای تمیز کردن نهایی از خمیر دندون استفاده کنید. تو ویدیوهای قبلی هم بهتون آموزش داده بودم که برای تمیز کردن سرشاله ها خمیر دندون بهترین گزینه است. روی فرچه سیمی خمیر دندون بزنید و با حوصله تمیزش کنید. دیگه سرشاله ها کاملا تمیز شدن، فقط یه آبکشی ساده نیاز دارن. میبینید چقدر تمیز شدن و برق افتادن، عین روز اولش نو شد و برق میزنه. دیگه با خیال راحت میتونید دوباره استفادهش کنید. اگه هر 2-3 ماه یک بار این ترکیب رو درست کنید سرشاله ها همیشه تمیز و سالم میمونن. در ادامه ویدیو 0 تا 100 چربی زدایی و تمیز کردن اجاق گاز رو بهتون آموزش دادم. ویدیو رو لایک کنید و با من همراه باشید. برای سرویس 0 تا 100 اجاق گازتون حتما تا آخر ویدیو رو با من همراه باش. توی این ویدیو 0 تا 100 پاکسازی و تمیزکاری اجاق گاز رو بهتون آموزش میدم. در مرحله اول چدن‌های گازتون رو بردارید. از جوش شیرین مقداری روی سطح اجاق گازتون بپاشید. برای اجاق گازهای شیشه‌ای یا استیل یا معمولی این ترفندها همشون جوابه. با استفاده از اسکاچ نرم کاملا سطحش رو تمیز کنید. استفاده از جوش شیرین واسه اینه که لکه ها و چربی ها رو کاملا از بین میبره و خیلی تمیزش میکنه. بعدش با استفاده از یه دستمال تمیز نم روی صفحش رو کاملا پاک کنید. چدن‌های روی شعله رو بردارید. تعدادی خلال دندان تهیه کنید. روی سوراخ‌هایی که ازشون گاز خارج میشه این خلال دندان‌ها رو با احتیاط قرار بدین.
بعد مطابق ویدیو با انگشتتون داخل این روزنه ها تکونش بدید تا روزنه هایی که گاز ازشون خارج میشه تمیز بشن و راهشون باز بشه و قدرت و فشار شعله گاز افزایش پیدا کنه. با حوصله این کار رو انجام بدین تا تمامی محفظه ها به خوبی پاکسازی بشن. شدنهای شعله گاز رو بیارید و روی سینک بذارید. برای تمیز کردن شدنهای گاز احتیاج به خمیر دندون داریم. از خمیر دندون روی یه دونه اسکاچ سفت بریزید. با اسکاچ سفت و خمیر دندون تمامی چربی ها رو تمیز کنید. بعد این مرحله جوش شیرین بپاشید روی چدن و بعدش پیکینگ پودر بریزید روش. یه چند دقیقه بهش استراحت بدید. داخل سینک بذارید و سینک رو تا جایی که آب تا بالای چدن ها بیاد پر کنید و بهش به مدت 1 ربع استراحت بدید. دوباره با استفاده از یه اسکاچ سفت قشنگ لکه هاشو بسابید. آب کشی کرده و سر جای خودش قرار بدید. اجاق گازتون عین روز اولش تمیز شد. برای دیدن ترفندهای بیشتر چنلمون رو سابسکرایب کنید. زنگوله رو هم روشن کنید تا ویدیوهای بعدی براتون نمایش داده بشن. دوستان لطفاً با لایک و کامنتاتون از چنل ترفندون حمایت کنید و برامون کامنت بذارید که میخواید ویدیو بعدیمون آموزش چه ترفندی باشه. ممنونم ازتون که تا آخر ویدیو رو با من همراه بودین. تا یه ترفند دیگه با ترفندون، خدا نگهدارتون.